keselmandi man, bolam keselmandi man, holi yomonmandi man, ado bo'laman. Jonu jahonim mening, gulu rayhonim mening, so'lib boryapman demang, tamom bo'laman. Ko'zlarimning nurisiz, siz qalbimning durisiz, olam aro mehrida onalar mashhurisiz. Siz bor hayot boshqacha, bunday yashash boshqacha. Siz duolar qilsangiz omad kular boshqacha. Onam keselmandi man, bolam keselmandi man, holi yomonmandi man, ado bo'laman. Jonu jahonim mening. Assalomu alaykum. سلام و درود بیننده های عزیز. السلام علیکم تماشابینان و مخلصان. امروز جماعت تبریکاتی شهنان برای تبریک کردن جشن زادروزی میسر خاله آمده ایم. امروز به خانواده شادروان احمد جانمک مهمان هستیم. امروز تبریکات را از نام فرزندانشان، از نام اولوغ بگکه، جورا بگکه، ظاهرکه، از نام داماد بختیارکه، از نام کلین ها گلمی رایتی، شهناز رایتی، واهستانیتی و از نام دخترشان فیروز رایتی آماده کرده ایم و این لحظه های خرسندی شادیانه را نیز همراه شما با هم ببینیم. با ما باشید. با شبکه شهنان ما آغاز کردیم، رفتیم. السلام علیکم مادران عزیز، زنبانوان، مهمانان خانواده شادروان، پدر عزیزی خاندان احمد جانمک. من امروز جشن زادروزی میسر خاله بوده است. همه شما را به جشن زادروز به روز تولد میسر خاله خوش آمدید میگویم. برای میسر خاله یک تا قرصکی به قوت زنه میارزد که شما با تکلیف میکنیم. مرحمت میسر خاله برید نزدیکتر. مبارک روز تولد را، امروز میلاد یوم را برایتان مبارکباد میگویم. امروز شما را از نام سه قناتتان، از نام سه پسر دختر، کلید پاشاها داماد، از نام اهل عائلتان، از نام اولوغ بگکه، جورا بگکه، ظاهرکه، از نام بختیارکه، گلمی رایتی، شهناز رایتی، ماهستان رایتی، فیروز رایتی تبریک میگویم. گفتیم برای بیجان من، برای مادر عزیز ارزنده خاندان ما رحمت و تشکر رسانیم. بودنشان با ما شکر میگویم. ناز میبینیم شما دوست میداریم. خدا رحمت کند پدر عزیزم، پدر مهربان، پدر خاکسار من. بعد از گذشتن پدر حاضر وظیفه‌شان از آن هم زیاد شد که هم پدر و هم مادر شده در سر ما سایبان شده گشتگیشان با شکر. خدا کند که هیچ وقت کسل نشوند، هیچ وقت بیمار نشوند. همیشه در سر ما فرزندان دعاگوی شده گردند. مادر ما طول چندین سالها در مکتب مهنتی حلال کردند. مهنت‌های حلالشان که ما فرزندان بوایی رساندند، کلان کردند. ما نمیدانیم به آن درجه آن مهنت‌هایشان لایق هستیم یا نه، لیکن در دنیا از همه بهترین مادر، از همه بهترین فرشته را ما داریم. میگویند در دنیا با چشم فرشته ها را دیده نمی شود. ما میگوییم نه، در خاندان ما هست فرشته، نامش مادر است. برای مادر ما رسانید که زندگی را دوست دارم از برای مادرم، از برای آن که مادرم هست بالای سرم. ای خدای مهربان تو نگه دار مادرم، من ببینم درد و غم لیک نبیند مادرم. میسر خاله میگوید خداوند کریم همان روزی که مادران را، زنها را آفریده است و به دستان پرشرف مادران زنها جنت را، بهشت را تحفه کرده است.
بعد از چند لحظه ها آماده می‌بیند که فرزند را به مادر، مادر را به فرزند تصور کردن نمی‌شود. بعد از آن همین ما فرزندان را بهر مادران تحفه می‌کند و مانند شما زنبانوان مادران آن جنت، آن بهشت را پیش قدم پای خود گذاشتند. برای همین هم فرمودند ارزد به هر دو دنیا یک حرف نام مادر، بعدی خدا و قرآن باشد مقام مادر. گر شاهم و وزیرم، سلطان یا امیرم، دنیا به دست گیرم هستم غلام مادر. مادر مرا بیزاده است، آغوش مهر کشاده است، شیری سفید داده است، خوش است نام مادر. مادران عزیز، در کدام زبان باشد هم، در کدام دولت باشد هم، از همه شیرین ترین لفظ این نام مادر بوده است. در کجا نباشیم هم اولا در دروازه شده بیجانم کنی گفته میداره ما فرزندان بخوانند. همیشه بیجانهای ما مادران ما در سر ما صاف و سلامت گردند. همیشه در سر فرزندان سایبان باشد. خدا کند که در این کاشانه زیبایتان حج آشیها شود. در سر فرزندان حاجیانه شده به آگوی شده گشتن برای شما نصیب کند. میگوید همان روزی که زن را آفریدند، گل نازی چمن را آفریدند، به حسن و قامتش اندازه کردند، سپس سرو و سمن را آفریدند. خداوند کریم برای آفریدن زن چقدر دور و دراز وقت جدا کرده است. بعد از آفریدن زن همین گلها را به مانند زن آفریده است. و یگان مادر را نپرسیدیم که تحفه بی‌بهاترین چیست؟ میگویند مهر و محبت و اعتبار فرزند. بعد از آن باشد یک گلدسته زیبا. امروز برای میسر خاله همه چیز هست، مهر و محبت و البته اعتبار فرزندان. برای شما گلدسته زیبا را انتخاب کردیم. میسر خاله زاد روزتان مبارک. خدا کند 120 ساله شوید. البته یک قرصک صمیمانه میزنیم برای میسر خاله، گلدسته را تقدیم میکنیم. مبارک باشد. مبارک باشد. مگر کردی فراموش برادر، برای مادرت چیزی نبودی. چرا کردی فراموش برادر، برای مادرت چیزی نبودی. از درد و آهم مادرم داری پناهم مادرم، راهم مادرم. دلجویمم دلبندیمم مرموز سپاهم مادرم. با تو امان یاد از زمان صلح و صلاحم مادرم. با تو امان یاد از زمان صلح و صلاحم مادرم. دستان تو را بوسه کنم مادری جانم، پایهای تو را بوسه کنم مادری جانم. از حجد و عیسی جاییز می بود، از حجد و عیسی جاییز می بود. یکی قدم از سجده کنم مادری جانم، یکی قدم از سجده کنم مادری جانم. روز و شب چون سرنوشتت را ورق گردان کنم، خود به خود چشمیدیم با دیده‌ام تقدیر شود. آن جو از آبی که کشیدی در جهان، یک و یک گویم اگر گوشی فلک کرده شود. آن همه جو از آبی که کشیدی در جهان، یک و یک گویم اگر گوشی فلک کرده شود. مادری جانم محبتم، دونیزو مهرآورم بخت آورم. مادری جانم محبتم. میسر خاله اینا بینید که یک بنده دوست داشته ترین خداوند بودید. در روز زادروزتان
از دانکشم مغز شیرین میگن نبیره را. امروز من انمین پهلوان خاندان دوامچی سلاله خانواده احمد جان بابا ابوبکر زادروز داشته. خدا کند که ابوبکر به نامش موافق یک انسانی اصیل شوند. نام سمرقند را چنان مشهور دنیا کند که انمو وقتی پیری و پیش تلویزیون با تماشا کرده انمین نبیره من گفتم فخر کرده چیتن برای شما نصیب کند. ابوبکر زادروز مبارک باشد. 120 ساله شوند، فرزند اصیل سمرقند و دیارمان باشند. میگیم حاضر باشد. در اینجا شیرینی داریم. یک جای شیرینی را میخواستیم بریم و کلی فرزندان نزدیک استید بلوغ که بدان شما نام هم ما یک جای نزدیک استیم یک جای شیرینی را بریم و از آن تناول کنیم. بعد از آن باز برای دوام میکنیم. مرحبا. اولا از نام تمام خلق عاقلی که برای چنین تربیت نیک فرزند برایتان تشکر می‌کنیم. در روز خرسندی در مراسم های همین عاقلی که ما بلوغ بینکه علاقه جای خود را دارند، حرمت و اعتبار خود را دارند. انسانی اصیل، خاکسار، صمیمی، عزتشان هست که خرد و کلان نمیگویند، سلامشان هست. رحمت برای تربیت چنین فرزند. و می‌خواستیم اکنون سخن‌های فرزندان را برایتان شنویم. بلوغ بینکه مرحمت برای مادر سخن گویم به ارزنده است. مرحبا. بگذار. اولا السلام علیکم مهمانان عزیز. خوش آمدید درگاه پدر. درگاه مادر ما. من مادر با سر دو ساخت سوار کردم. حتی دعا کنای شد. از مادر دعا از من اجابت، از پروردگار اجابت. من انشاءالله خدمتشان با تا آخر همین نفس خودم برم دادن خدمت کنم. من تیار. همتون خوش آمدیدتان. نوری دیده تاجی سر. رحمت. تو رو بگه که مرحمت. السلام علیکم. اولا بود خیشی توار همسایه ها مادری من از مادر راضی بود. سال باشید و سلامت باشید و 100 سال باشید و زیاد شید و همه وقت سر ایمان به ساخت سلامت گرده مادر ایمان دوگه شده سر که میاره روشن بود یه برویم کلام شده خواننده شده مملکت ایمان به خودش میرسید انسان خوشحال میرسید روزی کردن خوش آمدن تاج نوری دیده تاج سر پاکا پروردگار یک تا پدرم کنده الله رحمت کنه پدریمون وقتیمون بخوردم تینجی آسایشتی جوانون با اما وقت عقل ذکاوت علم لوک شود اونم همینه بچه همه کلام کرده انشاءالله قولیم و فوزلاشون نخوده نسیب روزی گردونه خوده یه بون سخت سلامت اگر سلامت گردن پدری مادریمان همین روزویه بینم شما خطوریم رحمت اونده باتون بر تشکر الله راضی باشد شما سخت سلامت باشدیم آنه جون سخت باشید رحمت سلامت باشن زایرکه کردی؟ زایرکه؟ یکی از خواهرشان هم؟ من خواهری مان این که عمه خواهرشون فرزوی چی مرحمت؟ فیروز بیو یک دهم گرزم احمد جان مرحمت عمه گردنم جای همون بگردنم السلام علیکم عزیز السلام علیکم عزیز مهمان و خوش آمدید نوری دیدیم تاجی سرم با من امروز یعنگم اومد که نمیه دادرزشون 100 ساله شوند حضوری بچه‌شون ببینن ارواح کوی اکیم مدد کنند اکیم جاشون جنت شود
همجا قدم رنجیدم بگم ایوانو خوش آمده تو نوری دیدم تازه که سرمو کلین جان شما هم ساعت بداره دوری بچه‌تون بله چی نیت کرده بشد نیتم همجا اشتگو هم مامو چی نیت کرده بشد نیتم برسیم رفتگو یا جاشون جنت بشود همه ساخ سلامت کرده بچه که شما هم ساخ سلامت بجای که باشتون ساخ باشتون سفر بوده که بچه که هم ساخ باشه سلامت باشه چی نیت بشد نیتم برسیم ما هم بخاطر شما الان روزهای نقد برسیده هر بنده چی نیت بشه نیتش برسه شما هم ساخ گردید خدا بایم ناز گردن حضوری به شما نبینم بجون تیان ساخ گرد سلامت گرد خوشه قرار که حضوری بچه که کردم سفرشون به خطر شود بیام جره بجون جد کار کردن یافته که روزهای نیک برای بچه که جایی که باشد که ساخ باشد خوشه قرار که کردیم کتی بابا خشد چی نیت کرد باشد نیت برد زایر جان تویان خوشه قرار که چی نیت کرد باشد بچه نیتات برست سبیرده جان تیام ساخ کرد سلامت کرد دنباد که خوشه قرار کن حضوری بچه ها تبید که جایی که باشدن دست ما با دعا کب خطوری هم ماتون دعا میکنم خیلی نباشدم شب و ساعت خستگم شما دلکم به هم ساخ باشدن سلامت از این میمونکا خوش آمده تو نوری دیدم با توجی سرم و رزقای نقلا با بینم یک دیگر کنم چی نیت کرده و چی نیت کن برسیم آمین برای ساخ باشدن رحمت بکنم شما رزقای نقلا گردتون یافتگاتون رزقای نقلا خوش خری کنتون چی نیت کن برسیم هزار رحمت. اما جان عزیز تشکر میگویم. اما ها را میگویند سروبر ملکه و روستای خرسندی مصلحتچی در همه توی تندرها شما مصلحتچی بودید همیشه باشید حاضر باشد. میسر خاله یک جگربند شما که در مسافرت هستند از نام گلمرایتی میگویم رحمت. خدا با شکر هزاران شکر که برای من باز یک مادر نو تحفه کرد. من با خاندان آنها عروس و کلین نه دختر شده در آمدم. همیشه از حال و احوال فرزندان ما با خبر هستند و ما را دعا میگویند. دعاهای مادران مستجاب بوده است. ما که مسافری و میگردیم چندین مراتب پیش پای پا خوردیم از چی سبب باشد با امر پروردگار و با قدی بلند از آن مشکلی های زندگی برآمده. بعد حکمتش را شنیدم که دعای نیکی مادران مستجاب بوده است. رسانید که دلم خواهد روم بر کوی مادر وجودم پر شود از بوی مادر تمامی روی دنیا را بدیدم ندیدم روی خوش جز روی مادر. از نام گلمرایتی از نام کلین پاشوهتان شما را بار دیگر تبریک میگویم. سر و بر و البته دعاگوی و مصلحتچی خاندان شده گردید. خدا کند که نبیره داماد و نبیره کلین ها به آنجان عزیز شده گشتن برای شما نصیب کند. مادران عزیز اکنون نوبت را برقص دیم. میلش می یک جای میرقصیم خرسندی میکنیم. ما فقط اشک و گریه نمیبیاریم همراه همون خرسندی و رقص میبیاریم برای شما. مادران دوست میدارن رقصیدن را یک جای میرقصیم بیرون برای میلشم بیرون سال باد و هوای تازه و فارم یا همینجا کدامش معقول شما بر میلش رفتیم. زادروز مبارک. Bia
شبنم گلنار به بالینم ای بابا بهار به بالینم شبنم گلنار به بالینم ای انار انار به بالینم شبنم گلنار به بالینم ای انار انار به بالینم شبنم گلنار به بالینم شبنم گلنار به بالینم ای اوج برار به بالینم شبنم گلنار به بالینم ای انار انار به بالینم شبنم گلنار به بالینم ای انار انار به بالینم شبنم گلنار به بالینم ای انار انار به بالینم شبنم گلنار به بالینم ای انار انار به بالینم شبنم گلنار به بالینم
Ona
از دهه آهالیک به محله زهلیک آمدیم. امروز مادر عزیز را میسر خاله را در جشن زادروزشان در روز تولدشان تبریک کرده این لحظه های خرسندی شادیانه را همراه شما عزیزان به هم دیدیم. با ما باشید، با شبکه شهنان سلامت باشید.